سلام علیکم و رحمت الله. احمد خالد نورستانی هستم، یک تن از کارمندان وزارت ارشاد، حج و اوقاف. قسمی که در جریان قرار دارین، چند روز قبل از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در وزارت ما بعضی از همکارا آمده بودن در رابطه با ریش و کلاه و ایگپا. بعضی نصایح داشتن بر ما که رویه و برخوردشان بسیار نیک بود با ما و از جبر و ایگپا هیچ وقت استفاده نکردن. فقط یک مشوره دادن که کلاه و ریش ایگپا را اگر بانین خوبتر است. نظریاتشان نیک بود و ما خوش هستیم ازشان. محمد رحیم بخشی هستم، مدیر وبسایت وزارت ارشاد، حج و اوقاف. در رابطه با توصیه برادرای امر بالمعروف که چند روز قبل به وزارت ما تشریف آورده بودن، فقط توصیه اینو به این بود به کارمندای وزارت، کسایی که سر و سیمایشان یعنی مطابق به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، باید سر صورت خود مطابق به او. نهایتا کسی اگر ذوق لنگی داره به خود لنگی بزنه، کسی اگر کلاه میپوشه کلاه پوشه، یا ریش باید بانن ریش باشه. خوبه، زیب زینت مرد است. اما ای که مثلا در رسانه های مثل سوشل میدیا و فیسبوک و توییتر و در اینجا که میگه کارمندار از اداره بیرون کردن یا کارمندار کشیدن، ایتو یک موضوع دمی وزارت حج و اوقاف که ما کارمند هستیم، ایتو یک چیز رخ نداده. هیچ یکی از کارمندای ما را کس از اینجا نکشیده و خود ما که در همینجا حضور داشتیم، اینا آمدن در مسجد همکارای ما را کلگی را جمع کردن، صحبت کردن. ایتو کدام قضیه خاصی را ما نه در اینجا دیدیم، نه سر خود ما یک عمل اجرا شده. بنان گفتار از اینا، توصیه از اینا صرفا در حد یک مشوره و یک راهنمایی بود که بهتر است کلاه باشه. بنابراین که یک وزارت مذهبی است، کارمندایش اقلا باید کمی مطابق به سنت پیغمبر صلی الله علیه و خود عیار بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالمنیر است، کارمند ریاست داری و مالی هستم و قرار است به خاطر کارمندای وزارت امر بالمعروف که آمده بودن و شایعات بود که بدون کلاه و بدون ریش اجازه نمیتن، میخواستم بگوییم که ما کدام امانت بر ما تابال دادن درازه به دلیل ازی نشده که گفته باشن شما کلاه ندارین و یا هم ریش ندارین. بر ما تابال کدام امانت نشده که گفته شده باشه که شما داخل نرین. هیچ کدام مشکل به ما پیش نامده. فقط گفته شده که سنت پیغمبری را رعایت کنین، ریش تا نبانین و کلاه بپوشین. اما امانت داخل آمدن بر ما کدام چیز نشده تابال.